سلام دوستان عزیز، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با آنباکس کیمدی. این پک آبی کمرنگه. ببینید چی در میاره توش. کارت ادرس رونی گیم پالو پیرو گاسپینی، برچسب امضای کریم بنزما، برچسب آگرو. خب حالا بریم سراغ با باز کردن یه بسته دیگه. این بار پک بنفش. او کارت نوروزی پشمان. نه کارت پرایم، ببخشید کارت پرایم شماره 2 روبرتو باجو، کارت آبی رافا سیلوا. خب حالا بریم سراغ برچسب‌ها. برچسب لاندرو پاردیس، برچسب پرایم شماره 4 اوتفان نیستلروی. خب اینم از این پک دیگه. حالا آمدیم سراغ پک صورتی با چیه مارتین اودگارد و نیمار. کارت امضا کیه؟ کارت ادوانس دیوید بکام، کارت امضای دروازه‌بان معروف بایرن مونیخ. خب حالا ببینیم برچسب دیبریل کاسی و برچسب برنان جانسون. اینا پک خوبی بود، پک خفن بود. حالا نوبت میرسه به پک آبی پررنگ. ببینید تو پک آبی پررنگ چیه؟ کارت نوروزی بچه‌ها. اول بیسیک برامار و کارت نوروزی کالافوری. حالا بریم سراغ برچسب شماره که نیستلروی، برچسب فرانکی دیجان. حتما پیجمو سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای دیگه. خدا نگهدار.